در خطر از طرف مقامات پروکاتور گنرالی با درخواست مفتشی ریاست تفتیشات پرونده‌های جنایی مخصوصاً مهم ابراهیم زاده اس با روزگی معاون پروکاتور گنرالی جمهوری اسلامی درخواست نسبت ستار سعید موینی خان با ماده 164 170 و 250 قسم 4 بند بی کدکس جنایی جمهوری اسلامی پیشنهاد کرده بود که ما اون رو روز 16 فوریه 2015 سال بررسی کردیم و وابسته به این قرار داخل را قبول کردیم که در آن ستارов سعید موینی خان با گمان در صادر نمودن جنایتی در مورد 164 مانع شدن برای گرفتن تعلیمات عمومی اساسی حتمیه و با ماده 170 دوزانگی یا سه‌زانگی و ماده 250 قسم 4 تنابجویی با مخصوص کلام منبر شده بود. از این سبب سود در مرافع سودی همه مواد پرونده را آموخته با فکر طرف‌ها بیان طرف‌ها را شنیده و خلاصه آمد که نسبت او چاره پیشگیری در نمود به حبس گرفتن را اجازه دهد.